شما الان 8 سال به اینا نجنگیدن؟ بگو اینم یک دو تا افسر، دو تا پاسدار که اینا بشود گفت سردارهای جنگن، شخصیت سردار جنگی اسم ببرید. شاید 20 تا بتونم مثلا یکی هم نمیتونی. اولی چمران اون که مرد، زنده بگو. اون که مرده ها رو ول کن، زنده. شجاعان نمونن در میدان جنگ شهید میشن. بله اون قبول. میخوام بگم که اینها یا کشتن، هرکس غیرتی به خرج داد، یا از کار چنان بیرونش کردند و تار و مارش کردن که اصلا اسمی ازش نموند، چون نمیخواستن پیروزی نظامی را هم نمیخواستن. چرا نمیخواستن؟ برای اینکه میگفتن که این ارتش اگر پیروزی بشه بعد میشه سرخر این رژیم. نماینده ای از اون جنگ 8 ساله بشه در دنیا گفت که فلان افسر ارتش یا فلان پاسدار، نه، هیچ نگذاشتن بمونه. اونا هم که نگه داشتن آدمایی هستن مثل خودشون.